کدام کلخوز گرفته تمام کلخوز آنها را سپورد. همین زمین فروش را هم بس کنند. این زمین بدخشان زمین پدر آنها نبود که آنها را فروشند خطایوده. چنانه در آغاز برنامه هم گفتیم بعد از عملیات نظامی در خاروغ که با طلبی به مقامات سپردن گمانبران قتل جنرال عبدالله نظروف آغاز یافته زیر 70 کشته به جای گذاشت، اسم برخی از فرماندهان پیشین اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیک زود در رسانه ها پیدا می شود. یکی از این فرماندهان محمد باقروف در صحبت اختصاصش با رادیوی آزادی گفت که طلب اساسی آنها همچنان خروج هرچه زودتر نیروهای دولتی از بدخشان است. نخست از جناب محمد باقروف پرسیدم که همین حالا در چه وضعیتی قرار دارند. نه شب خواب داریم و نه روز راستی گفت واجدانیم که یگان بلای دیگر می شود، چون که بعد از همین کاری که با کماندانمون نظر کردم من هم جداد دارم که یگان بلو میکنن. ما هم جداد داریم می توجه نلی کم شیطی. ببینید آقای محمد باقر، در مورد کشتار امام نظر سر و صداها گوناگون است. حتی گفته می شود که این کار نفران خود اوست. نه این کار حکومت او امام نظر همین خیلی برای چی؟ یک مردک بزرگوار بود، خورو همه ما وای را گوش میکردیم. ما در خورو به صاحب همین که چوپا نکشتن گوسفند خودش میرود. میگن اونا خطا کردن، ما به صاحب نیستیم و نمیمونیم، نخواهیم موند. با شما نمایندگان مقامات تفتیشاتی تاجیکستان نیز سوال و جواب کردند. از شما چه ها پرسیدند؟ مسئله همون جنرال است که کشتن وای را. دوم همین میتینگ، سوم گویا خالیگانی کردم. اونو در مزار داریم همین طرف برخورخ میوی اونجا مزار همین سلداتو مزار در خوب کردن. من اونو را پیش کردم، از اونجا گناهم من جبر دیدم که من پسرم کشتن، دامادم کشتن، همسنفم کشتن. امام نظر برای من همچون پدر بود و را کشتن، من جبر دیدم. لیکن نمیدونم هیچ خیلی قانون تاجیکستان دارد اوزر من یا افنیایم خیلی من غم و غصه ندارم. آقای محمد باقر، ببینید قرار است همین نزدیکی ها رئیس جمهوری تاجیکستان به بدخشان رود. خب شما چه انتظاری ها دارید؟ آیا با شما نیز ملاقات خواهد کرد؟ شما را به حضور خواهد پذیرفت، یعنی قبول میکند؟ میآید بعد میبینیم همین چی نیست خیلی قبول میکند نمیکند ما خیلی بیاید بعد میبینیم. لیکن خلق بدخشان ما ناس نماغت نکلین استاوید نکاگدا в жизни. همین را باید بفهمند و بدانند ما خوجند و غرم نیستیم. ببینید فرض کردیم اگر این ملاقات برگزار شود شما کدام شرط و طلب پیشنهاد میکنید؟ بذات الله طلب و شرط شما چی خواهد بود؟ تیستر همین جنرالای خود از کدام کلخوز گرفته تمام کلخوز آنها را سپورد. در این حادثه ها شما و طالب و یادگارم گناهگار اعلام کردند. وقتی با رئیس جمهور اگر همین گونه ملاقات با شما صورت بگیرد شما شرط های در مورد تقدیر خودتان هم پیشنهاد میکنید یا نه؟ تقدیر من حالکه من خلق خود را نکاگدا و جیز نمیمونم و نمیمونم که یکون کس همین بدخشان بیاید همین خیلی تیر پرانه میر پرانه کند. ببینید خاک بدخشان یک پاره خاک تاجیکستان هست و مثلا حکومت هم که اگر نیروهایش را داخلی خاک بدخشان کرد داخلی خاک خود تاجیکستان کرد، فکر میکنید برای چی آنها بیرون برآورده شوند؟ یعنی آنها در اونجا ضرورت ندارند که باشند؟ ضرورت نیست، آنها خلق را از درجات میکنند. همین زمین فروشه را هم بس کنند. این زمین بدخشان زمین پدر اونو نبود که اونو را فروشند خطایوده. حاضر شما زبانتون چیه؟ رتبه حربیتون چی هست؟ پلکوب نیست. صحبتی که با پرزیدنت می شود به شما دوباره یکون پست دولتی وظیفه دولتی پیشنهاد شود قبول خواهید کرد؟ نخواهم کرد. من یک بار همین طبقون دافتیدم اکا سال 1996 بعد انتگراسیا من بس کردم. من برای خلق خودم خدمت میکنم، فقط برای خلق. صحبت بود با محمد باقروف، یکی از فرماندهان پیشین اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیک در بدخشان و پلکونیکی سابق نیروهای مرزبانی تاجیکستان.